کلیت درگاه ارشد نام بسم الله بنای خانه دین لا اله الا الله دریغ عمر جوانی که ضایعش کردیم نکرده خدمت لایق شبی در این درگاه خدا تو به آدم مزار نمود قبول که گفت نارزنم لا اله الا الله ای صفات تو منزه بود است و مزاج وی کی هرگز نگرفت از کسی از تو خراج دردی هر سوخته را تو رسانی به علاج بس که دریای کرمای تو هستن مواج وی به درگاه تو درویش توانگر محتاج دشمنم را به جهنم شویدی دادی دوستم را به سر خلق نویدی دادی حجتی الرحدی را کشنیدی دادی هر کی را لایقی هر چیز که دیدی دادی با فقیران زنبت کسوتو برشان تاج چون شب و روز کند آمدی تو خلق عالم و فضاتت بفضایت و نمیگردت کم گرد ست معصیت از خلق ببینی اردم هیچ کس راز در خویش نسازی اخراج ثانیه جرم مرا بخش بشای کونین او که باشد سر ست مرا نور دوین است در گردن من مدت ذات شندین بادی اندی تو کنم نات رسول و سقلین که منور شده از نور و جمالش میراج پادشاهی که بود عالی ملک ایمان غیری او کس نکند روز قیامت دیوان از خاک قدمش افضل شانشان کابر روز بیاین به تواف دریان تا کیابن شرف باد از آن مردم عج یقیر صفت ذات به بنیادش کن یا تکلم صفت از منزلت و ذاتش کن همچی بلبل به چمن مدت اجدادش کن سادیا جان به فدای خود و اولادش کن و که دین را به دمی تیغ به سر داد رواج چرا دم غنیمت سالم عالمی رفتن است اگر دنیا بکست آینده می بود محمد تا به معاشر زنده می بود همین دم را غنیمت دان که عالم دمیست دمی پیش دانا بی از عالمیست گر تو را جام جم و ملک سکندر باشد گر تو را خانه پر از زیر زمین باشد تو که پیش قبای تو زگور باشد مرگ آخر کند از خواب گیراند بیدار چرا بر کتاب چنین روایت میکنه که یک روز سردار انبیاء سر نماز پیشین بود بمرای تمام مردم اصحاب که یک فقیر قلندر آمد به این پشت دروازه مسجد قوت الاسلام یک صدا کرد یا رسول خدا چی میشه که مستم فقیر قلندر به نام خداوند جل جلاله یک چیزی مرا بده که زنده مرا چاره شوا مردی مرا چاره شوا لیکن یک صحابی ده برین طارت میکرد ملنگ جان یک صبر کن بان که پیغمبر اسلام نماز بخونه بعد از ادای نماز هر عرضی که داشتی باز بکن خیری ملنگ یک صدگم ششت باز دی طاقت زین آمده جای خود خیست صدا کرد یا رسول خدا چی میشه که امروز به نام خداوند جل جلاله
من یک چیزی بده که تا زنده استم خرج روزگارم شمردم گور و کفنم شو اگه سوید بیرون تارت میکرد تا بمی گفتگوی یا لیکن یک انگشتر بمی کل که حضرت شاه یا بود مولا سر نماز سر نماز بود که مشارکت به امر خدا انگشتر شرنگ در پیشروی فقیر قلندر افتاد در پیشروی فقیر قلندر افتاد لیکن صدا کدود چه گفت ها انگشتر گرفتو لیکن استاده شد پیغمبر که نماز خواند بعد از ادای نماز فقیر قلندر درآمد به مجلس سردار انبیا لیکن یک سلام هم نخواند یعنی قربانی چون سلامی آن که پیش از خلق دورانی تو بود عالم و آدم نبود یک ماه تابانی تو بود السلام شیء زمین و زمان السلام یگانه دوران السلام تاجی عزت بر سرت السلام فیض رحمت بر درت السلام تارگی سویت خراج مصر و شام السلام خالندی ترا سید یوسف مصری غلام قربان چون یا رسول خدا السلام علیکم پیغمبر اسلام گو علیکم السلام ملنگ جان بچی آمد کسی که فقیر شد ترک دنیا که دنیا را پشت پای زد بر سختی و زاری دنیا صبر میکنه قربان چون گفت من یک چیزی خواستم زندگی مرا چاره شد تو مرا چی دادی پیغمبر که سعی کرد گو بچی میان مشتر از مریض برو پیش صاحبش برو دور خورد آمد به نزد ولی خدا دید که صاحب بارگاه ششته است لیکن دبرویش استاده شد یک سلام انداخت السلام ای انکه ای در دل سوار شاه سلام علیک خواجه باز الفقار شاه سلام علیک در تکبوی تویم عاشق روی تویم بسته موی تویم شاه سلام علیک قربان چون یا رسول خدا فدای چمیا سردار انبیا گفت انگشتر است که از حضرت شیر خداست لیکن آمدیم به نزدش سلطان اولیا صدا کرد بچی می انگشتر از مس بلی از مس لیکن برو مکی پیش تو انداختم انشالله که چارید میشه که می انگشتر تا زنده استی خرج روزگارت میشه مردی گور و کفنت میشه خیلی فدای چم خیلی به من یک دعا بده که من میرم گفتم ورداشتر دو دستم این گفت ای خدا از سنگ و لال سازی و از موج کربا برو ملنگ جان گفت را به خدا سپردی ملنگ جان لیکن وش بینی که را به بیسا سودا نکنی اگر سودا کردی با طول سودا کن با هر چیزی که خریدی با وزن انگشتر بخر خوش قربانشون گفت خیلی بریم یک دعا بده که من میرم گفت یعنی صداقت برداشتر دو دستم این گفت ای خدا از سنگ و لال سازی و از موج کربا فقیر قلندر از سلطان اولیا دعا گرفت لیکن از مجلس پیغمبر برآمد از شهر روایت میکنه شهر مدینه برآمد به کجا رسید به سر قبرستان جنت البقیع سوره از قرآن مبارک خواند و بعد قبول فاتحه کرد بعد از صدای قرآن مبارک راه بیابان در پیش گرفت منزل در منزل و مراحل در مراحل طی میکنه استاد سخن به وقت واده و سالما قرار نمیده عقوبت به یک شهر دیگری رسید تلك چیه قلعه معلوم میشه قلعه بود زیر افسما کرده استاد روزگار بینا بودان قلعه را دری و دربانی بودان قلعه را جای سلطانی تلك چیه قلعه معلوم میشه لیکن چیه شار جمجوش غلغلات درون شار بلند است فقیر قلندر در آمد دمی درون شار دور خورده و قدم زده و یکا آمد دمی چارسی بازار تلکت یک دکان استای نان باید چه خوب یک نانای گرمی را پخته کرده دمی سر پرچال چینده لیکن هر بار سبحان الله فقیر قلندر بسیار گشنه شد همینطور گشنه بود آمد دمی پیش روی نان باید استاده شد صدا کرد که ای استاد چی میشه که امروز برزای خداوند جل جلاله به دوستی جناب پیغمبر اسلام مرگ نان دید که بسیار گشنه نان بای خیال خدا نورد کرد دویم صدا کرد ای استاد تو میگم چه میشه که برزای خدا و به دوستی پیغمبر مرگ نان دید که بسیار گشنه یعنی به نانبای خیال خود نورد کرت سیوم سلطان لیکن کرت سیوم باز فقیر صدا کرد ای استاد تو میگم چی میشه که برزای خدا و به دوستی پیغمبر مرگ نان دید که بسیار گشنه است نانبای سر خدا بالا کردم چپات پس بود هر رکسلی بروی می فقیر زد که مثل کفتر وریم الله خود گرم به خاک افتاد به خاک افتاد یک بار سر خدا بالا کرد خانه خراب
نمیدادی برو خدا بتا برو نمیتون چرا مرا که چپات دادی؟ صدا کرد ملنگ جان گفت اگر تو نامی بوتا میگرفتی میدادم، نامی گوساله و تیتی و میتی و کره خری کبوت و لات و منات و ایتو بلا و بتره میگرفتی میدادم، لیکن تو آمدی پیش من نام خدا و پیغمبر گرفتی، خاک بدانی کافر. تو چیزی که مرا بدم میگفت تو نامش بدن دکانم یاد میکنی. صدا کرد روی خودت دور داد، یعنی صدا کرد گفت که البته تو دوستی به خاندان پیغمبر نداری. گفت چی دوستی دارم؟ تو خبر نداری که افل خان مردم کفار دم شار است؟ بیا گفت نان تمرا مفت نتی. گفت چی پیسه داری؟ نه پیسه خونه دارم. چی داری؟ گفت اینی انگشتری مولا را کشید پیش روش پیش کرد. گفت اینی انگشتر بگی مرا نان بده. سونی انگشتر که سیل کرد پناه به خدا دید که چی انگشتری که خراج یک مملکت میارزه. نه دل خود گفت یار اگه انگشتر سر من بره پس نمیتون. گفت نمیتون. گفت خیر بمی گفتگو یک 20 تانان نگیره. بگی ملنگ جان اینی 20 تانان برو چارو پردید کن. نه گفت مرا استادی می رقم یاد نداده. گفت چی رقم یاد داده؟ گفت مرا گفته که هر جای میمان شدی هر جایی که سودا کردی ایره به بی سودا نکوی، به طول سودا. به یک پله ترازو گفت انگشتر مرا بان، به یک پله ترازو نان به وزن میادی طول کده مرا بده. ملنگ جان گفت ایره که من طول کنم یک لقمه نان میشه. ده یک لقمه نان پرده و چاری تو میشه. گفت هر چیزی که شد مرا مورا بده، خود تو خوش من خوش. خیر نمی گفتگوی استاد سخن نوشته میکنه که این اینجا مولای لیکن انگشتری مولا را گرفت و به دستمی به دستمی استاد روی خود کنی شاگرد خود گشتن. بچم برو دمی راستی زرگری یک زرگر است که لیکن شمعون نام داره. گفت یک ترازو داره که مسقالی است، تلا را کدی طول میکنه. این ترازو را گرفته گفت بیار. گفت همین ترازی مسقالی رو بیار که من صحیح نان طول کده برزی بتو. خیر استاد سخن نوشته میکنه که یک بار چیکت این ترازو را گرفت و یعنی شاگردش گرفته آورد به پیش خلیفه خود میترمان، یعنی به پیش خلیفه خود ماند. وقتی که صدا کرد روایت میکنه استاد سخن نوشته میکنه که یک بار این نان گرفته کارد خدا برداشت، از ما بینی سقاش کرد، از این طرفی سقاش کرد، اش بوله کرد مقصد یک نانه. یک لقمه زیر سر ترازو من به یک پلیش انگشتری شاه اولیار من ایره میتر بالا کرد. یعنی با برکت خدا و معجزات پیغمبر و با کرامات دوست خدا انگشتر به زمین چسبیده بود. نان بروی عوام تو میگشت، نان بروی عوام میگشت، لیکن دید که شور نخورد. لقمه دوم من شور نخورد، لقمه سوم من شور نخورد، لقمه چهارم من شور نخورد. یک نان پرمان دید که انگشتر به زمین چسبیده، نان بروی عوام میگرد. شاگرد خدا گفت چه می رقم خونه شد؟ برو می ترازی پوی را بیار که یعنی خمیر طول میکنیم. دوید رفت می ترازی پوی را گرفت آورد پیش روی خلیفه خود من. یعنی اینجا روایت میکنه که یک 5-6 تانان درون ترازو من یک پلیش انگشتری شاه اولیار من میره میتر بالا کرد. یعنی با کرامات دوست خدا انگشتر که به زمین چسبیده بود نان بروی عوام میگه شور نخورد. شاگردای خدا گفت رقم خونه شد برین گفت نمو ترازی سیره رو بیارین که سبوس طول میکنیم. گفت خیر این ترازی سیره آوردن پیش روی خلیفه خود من. یک 30-40 تانان درون ترازو من یک پلیش انگشتری شاه اولیار من ایره که میتر بالا کرد با کرامات دوست خدا. یعنی نان بروی عوام میگشت و انگشتر به زمین چسبیده بود. شاگردای خدا گفت رقم نمیشه برین نمو قپوره بیارین که چوب طول میکنیم. همین قپور آوردن بروی میدان همینطور ماندن. یعنی قپوره که ماندن استاد سخن میگه یک بار چیزی نانی که این پرچال خود داشت ایره گرفت سر ترازو من، لیکن یک پلیش انگشتری شاه اولیار من ایره میتر اله کرد. یعنی با برکت خدا و معجزات پیغمبر و با کرامات حضرت شاه اولیاء انگشتر لیکن به زمین چسبیده بود، نان به هوا میگشت که انگشتر شور نخورد. شاگردای گفت صدا کرد ملنگ جان. گفت بله. گفت من شو بری نان دادن نتونست. گفت چرا؟ گفت من کلانتر هستم به چیزی نان بای. گفت اینمی انگشتر رو بگی، انگشتر پیش ما باشه. گفت اینمی دو تانان بگی شو پردیت بکن. سبب بیا یا اینمی است که برای تو نان طول کدمیتم، یا گفت اینمی چیزی که نان بای است. گفت اینمی تا صبح نان پخته کنه صبح نان طول کدمیتم، یا انگشتری تو را پس میتم بخشیشی دیگه هم تو را میتم. خیر استاد سخن میگه که اینمی ملنگ دیگه دو تانان نگیره به میزیر بغل خود زد و روایت میکنه از این شاد همینطور برآمد. انگشتری پیش استاد نان بای من، لیکن دور خورد آمد دید که یک سنگ است. شب خدا به زیر سنگ پناه کرد، لیکن شب خدا پناه کرد نه صبح شد نسیم سحر دمید. یعنی چطور نسیم سر دمید و بیاخیز مرده دیل از خواب که فید صبح دم از دست رفت خانه خراب. تمام شب که تو خسبیدهی با پالوی زن بغیر مرد دلی چیست آسل دریاب. صدام زی اول شب تا به صبح بیدارم ویمی که صبح دمایت صدام رو از او بخواب. اگر تو صبح دم است خواب خوش نبرخیزیم
وی کم سگی خبرت کردم ای عزیز مخاف تو به صادق ملهمت کافور دارد در بغل گر علاج زخمی اسیان میکنی بیدار باش صبح شد نسیم صبح خودش یک دواست به می دماغی فقیر قلندر که خورد بل چشمش میتر واش از جای خود خیست یک وضوی تازه گرفت یک رکعت نماز شکرانه برای ملک یگانه خان بعد از ادای نماز استاد سخن نوشته میکنه من دو تا نان گرفت پیش روی خود من بیا که نان بخورم گفت یعنی بیا که نان بخورم گفت نان گرفت نیت داشت که بخوره یک بار بدل خود گفت ای دل غافل نه که خاطرم دو تا نان انگشتری شای و یادم شار گرو کنه نه گفت انگشتری بادارم دم شار گرو نمانه لیکنم یک مشت دیگم سر دل خود زد گفت ای نفس ظالم اگر در تو هرچی بتون تو از من خوش نمیشی لیکن نان بسته کرد پایم ایره به می بغل خود انداخت از جای خود خیست لیکن نوات میکنه راه شار در پیش گرفت فقیر قلندر قدم زده و یک در آمد می درون شار می درون شار که در آمد راست آمد می چارسوی بازار دید که استای نانوای می سری پرچال شیشته چنگک بمیدرسش لیکن انگشتری مولام بمیکل کش از هر باره که می نان کش میکنه و میچینه به کرامات دوست خداش لیکن می دکان زی بل 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 امی تو چراغانه یعنی فقیر قلندر آمد پالوی نان با استاد شد یک چند دقیقه استاده شد این نان با خیال خدا نوار یک ساد استاده شد یا استا خیال خدا نوار دو ساد استاده شد آخر لنگای ملنگ درد گرفت و خانه خراب چی میکنی کتی من گفت انگشتری من پس میتی نان میتی چی میتی من گفت روی خود پس دور داد استاد سخن نوشته میکنه روی خود دور داد لیکن دید که یک فقیر قلندر چی میگی ملنگ وای خانه خراب تو دین روز انگشتری من گفتی سبب یا نان تول کرمیتون یا انگشتر تو پس میتون حالی برای من چی میتی گفت حالی برای من چی میتی گفت صدا کرد گفت که روی خود دور داد لیکن چی گفت یعنی صدا کرد گفتالی آمدیم که یا نان بتین یا انگشتری مرا پس بتین گفت انگشتری چی گفت خیست از این یخنی ملنگ گرفت تو شاگردان نمانی که دوزه گیر کردیم خمیر گرفت از یک سو تولگر از یک سو نان شکن از یک سو آربیز از یک سو نان پز از یک سو تا شاگردان دویدن در جانه سنگ و چوب و کوش مشت لغت در جانه آن قدری رزدن که پناه و خدا و سخاناش در درون شار داد شد آخر گفت تا جانی را زده کشتیم نه گفتی رقمی را ایلا نمیکن اگر حالی ری همه تو ایلا کنم پس جور میشه باز یخنی مرا میگید نه گفتی را میبرم گفت فقط دوست گفته دگیری پادشاه میتون که پادشاهی را بکشه من از غمش بیغم شد ها راست گفت دیگر مشکشانی از را بسته کنیم گرفتن مشکشانی ملنگ قایم بسته کرد استای خانه خراب است پیشروی را کش میکرد استای خانه خراب است پیشروی را کش میکرد لیکن شاگردای دیگرش کده سنگ و چوب و کوش و مشت لغت زده این مسکین میبردن به میدان دروازه دربار که رسید استاد شما صبر کنیم من خودم میرم درونی بارگاه گفت یعنی روایت میکنه استاد سخن نوشته میکنه یک بار که نیمه استاد درآمد درونی بارگاه درآمد یعنی پادشاه سیر کرد کلانتر یک شار بود و پیش پادشاه بسیار کلان آدم بود رویدار بود پادشاه گفت تا استاد سنی و دور نمیخودی چطور شد که آمدی گفت آمدنی دوستا به مقصد نیست خود خیریت از خاطر چی آمدی اومد دوزه گیر کردیم چی رقمی دوزه انگشتری مولا را کشید پیش پیش کرد گفت این انگشتر از نبود این از پیش من دوزی کرد حالی دوزه زیر پیدا کردیم که من دعوا دارم میگه خود من کی از یک ملنگ است یار گفت زده ایره پیش کردن در روی پادشاه پیش کرد صدا کرد ملنگ جان گفت یک مشترک کیست بس خود من شاهد داری ولی دارم در کجا بود در شهر مدینه گفت ولی از این در مدینه کی میره صدا کرد روی خود دور داد چه گفت گفتالی از اینجا در مدینه کی میره صدا کرد استاد گفت انگشتر از کیست گفت خود من شاهد داری گفت بله گفت همون کسی که جور کردم پیش میاد برو گرفته بیا شاگرد خود گوشه کرد گفت بچیم برو دمی راسته زرگری ورم شمونی زرگر بگو خانه خراب سر دختری معاشق بود با وزنش کلا میداد نبرش ندادم طلبگارا رای کد برش ندادم چقدر زاری و زور کد پیش من ندادم اینال برو برش بگو خانه خراب برات مفت میتم بیا اینم یک شایدی برناق بتی بگو اینم انگشتر مجور کردی فقط گفت هرچی که دارم گفت لیکن دختری محسوس گفت دختر تو بگی و انگشتر من میرم پشت کار خود شاگردش دویده راست آمده راسته زرگری سری کد شمونی زرگر کار میکنه یعنی صدا که تو ظالم برخیز که مراد آسل شد کار با خواهشیم طبیعی دل شد شگم شد گفت تو ظالم بخی که بروست
بوت کلام به تو نظر کرد. و چطور سر من نظر کرد؟ و بخی که یعنی سر دختری استاد شق بدی برای تو نمیداد، اینال مفت میده. و گپ چیز گو گپی نیست که دعوای انگشتر تازه شد به دربار پادشاه. و فقط یک شایدی بر ناقی تو معطل است، اونم اونجا برو به همه قدر بگو که انگشتر مجور کردی. خلاص گو دختری خدا برای تو میته و نگرفت. لیکن انگشتر او میگه خیر تو باشه. شایدی های بر ناق من بسیار یاد دارم گفت. جای خود خیز روات میکنه، جای خود خیز، لیکن همی سامانای خدا گرفته در آمد بمی درونی بارگاه کدی شاگردای خود. پادشاه صدا کرده و زرگر گفت همی انگشتر تو جور کردی؟ گو بله که مجور کردی. ساخت خودم میشناس مرا دست زیداد، لیکن سیل که تا در دل خود گفتی این انگشتر خود مجور نکردیم. آنی گفت دیگه اگر بگم مجور نکردیم خونجا خجالت میشه. گو بیا چی کنم؟ گو بیا دیگه چی کنم؟ گفتا بیا. گفتا صدا کرده و پادشاه گو بله. گفت یار راستی را پرسان میکنی؟ گو بله. گفت اگر راستی را پرسان میکنی این انگشتر میگیم از پدر دم میراث میاد. خود از این به دست خود به سامان خودم جور کردیم. همینطور گو بلی. خیلی ترکی از دیگه و قسم میخوری؟ کافر چور زد. گو بیا قسم چی میکنه؟ قسمم میخورم. قسمم میخورم. گفت بیارین. گفتا این کتاب تورات آوردن، این مردم یهود بودن به کتاب تورات خود داشتن، کتاب تورات آوردن بروی میدان بند دست سر کتاب تورات دست خود سر کتاب تورات. من گفتم این کتابی که درگاه یک نازل شده چشمای تو را کور کنه. صاحب کتاب چشمای تو را کور کنه که میره به دست خود به سامان خود تو جور کنی. گو بله صاحب کتاب چشمای مرا کور کنه که به دست خود به سامان خود همین خودم جور کنی. این جای سنگ است پای لنگ است. گناه در گردن ملنگ افتاد. انگشتر استا گرفت، دختر زرگر گرفت، رفتن پس کار خود. پادشاه گفت خانه خراب ملنگ، روز ملنگ و شو پلنگ، روز ملنگی میکنی شو دوزی میکنی، حال گو مکایت کار دارم. یعنی صدا که گفتاره که کار دارم، صدا که جلات جان برآمد فریاد. جلات امروی پادشاه استاده شد. تیغ تیز بازوی پرقوت مدارم، عمری که به سر رسید. گفت وزیر خدا گفت سزای ملنگ چیست؟ و سزای دو زمیست که گیر آمد باید دستاش بریده شد، بگردنش انداخته شد و شار و بازار ایره بگردن. جار چی را بگویم که جار بزنه هر کی دزی میکنه و گیر می سزایش دی بتر. این روایت میکنه ایره به دست جلاد داد و جلاد ایره آورده مرجعی. گوریای مرگ زیر پای شوار کرد، لیکن جلاد شمشیر کشید و به دور دوری میگشت، لیکن میخواند چی میخواند. یعنی جلاد میخواند میگه ز تیغ مرگو تیغی تیستر نیست، ز تیغ مرگو آیین را سپر نیست. عجب وقت است وقتی جان سپردن، پسر را هیچ پروای پدر نیست. یعنی جلاد شتیغ میخواد هر دو دستای ملنگ بود، دستای بیچاره را برید، لیکن بسین در کشید به گردن شویزان کرد رای. لیکن در کل شهر و بازار ایره گشتن کدی سنگ و قلوخ و مشت و لغتی بیچاره را میزدن. جار چی جار میزد که هر کی دوزی میکنه گیر میاد سزایش دی بتر است. در کل شهر و بازار ایره گشتاندن، پس آوردن ایره به دربار پادشاه. پادشاه گفت فقیر جان گفت فهم کردم تو رو چیز نگفتم، اگر دیگه دیدم تو رو میکشم نمیشار، برو شده شارم برای زده زده ملنگ از میشارم کشیده. ملنگ در مسکونی مدینه میتور می آمد، لیکن دستایش بریده به گردنش انداختگی همینطور می آمد. زار زار گریه میکرد. یک بار روی خود جانب مدینه گشتن، اشکای ملنگ میتور جاری شد. یعنی اشکای ملنگ جاری شد. صداقت یا سلطانی اولیا صدقه چون مست چی خواستم تو بریم چی دادی؟ مست چیز خواستم که زنده و مردی مرا چاره شد، زنده مرا چپن و مردی مرا کفن شد. تو چیز مرا دادی که زدن خوردم بیاب شدم، مرا شار کشیدن، امانت تو را از پیش مپس گرفت. خیلی اشکای ملنگ جاری بود، گریه میکرد و همینطور می آمد. یعنی ملنگ گریه میکرد میگفت فقیر و خارجانم یا علی دریاب، با پشت و باری گرانم آقا یا سخی دریاب. چیافش از چیاف است ای امیری عرب، بر سیخ بروی سیخ کبابم آقای علی دریاب. فقیری قلندر خانده خانده می آمد، یک جایی رسید یک چقوری دم روی شد، لیکن از جان از خون بسیار رفته بود، پایش ده پایش بند شد، گرم دوید درون چقوری افتاد. درون چقوری افتاد، لیکن دیگه خیسته نتانست، همینجا رویش به خاک بود و گریه میکرد. یعنی گریه میکرد که بادار قربان شد،
گر به سر وقتی غریبان میرسی وقت است وقت، گر به سر وقتی سیران میرسی وقت است وقت. گریه میکرد که دعای فقیر قلندر را به دربار الله قبول شد. ندا از اقدس الهی شد که یا جبرئیل در ایشا اسمان و واسط جنت را زینت بته و دوزخا را سرپوش که امروز دیگه رحمت میزنه جوش. یعنی برو به حبیبیم بلایقم خبر بته جبرئیل آمد بیایی ای فخر کرام، اختالا با تو میگوید سلام، بعد از آن میگوید ای سلطان دین ای وجودت رحمت للعالمین. حضرت جبرئیل امین آمد که یا پیغمبر اسلام خدای بهت سلام میگه. ملائکای هفت طبقه زمین و آسمان به تار تاریکی سوی تو درود میفرستن. فرمان خداوند جل جلاله است که یک بنده خدا یک امتی تو پیغمبر به یک عذاب گرفتار است باید خدا به سر وقتش برسه. گبر سوالین به سر شما قبول کنید. لیکن به می گفتگو یا پیغمبر اسلام از وای جبرئیل امین فارغ شد، روی خود جانب مردم اسلام گشتن، لیکن کی را پرسان میکرد. میگه زیاد سا پرسید که ای در کجاست، کشاننده باب خیبر کجاست. علی را طلب کرد خیر البشر که بودند مای زمین و زفت، زجاج استندم علی مرتضی بیامد به نزد رسول خدا. میگه در این مژدگر جان فشانم رواست که این مژده آسایش آقا جان ماست. بفرما که تا چیست فرمان تو کنم جان دل را آقا ما قربان تو. صدایی ها مستدر از جای خود که خیست ولی خدا صاحب جور گنبدی کبود، صاحب چلوز گل سرخ، صاحب توق و بیرق دم روی پیغمبر استاده شد. قربان چون چیم رسو به چیم فرمان الهی است. یک بنده خدا یک امتی ما پیغمبر یا غلام تو یک عذاب گرفتار است باید خدا به سر وقتش برسانی. گبر اسوالین به سر چون قبول دارم قنبره گو بچیم دلدل ما را بیار گفت. قنبری وفادار تبرزین ابدامن الله و سر شانش مست ولد خونده خونده به سوی طویل خانی دلدل میره. دلدل شیر خدا را غشه و تیمار شکش کرده ایره تنگ بسته حاضر کرده. بچیم گو صندوق عراق مرم بیارین. مولای متقیان چار غلام داشت ویس بوزر سلمان قنبر از چار گوشه صندوق عراق مولا گرفته ایره حاضر کرده. یعنی مولای متقیان همین جه عراق پوشت، خل بر سر، زری در بر، بسوانه بر دست، راگه بر ران، موزه بر پای، از ناخونی پای تا به طلاق سر به زیر دریا عراق کشت. عراقای خود پوشید لیکن دید سلفلام برنز پیغمبر استاده شد. قربانشون بریم یک دعا بتی که به خیر بمیرون. میگه انت سیدون انت سیدون برشد لیکن همین یک ناره کشید. یعنی چطور یکی ناره زد ای درن در مسایف بلرزی تیمور آقا در کوی قاف ناره شورف مگر سی فرسنگ آزار گشتن درونی نینگ. یکی ناره زد ای درن در زمان بلرزید و سیمرغ بلرزید و کفار روی جان. الله اکبر گفت. وقتی که تکبیری ولی خدا بلند شد به یک تکبیری الله اکبر مولا شد. یعنی مولا به یک تکبیری الله اکبر. لیکن روایت میکنه که یعنی به یک شار دیگری رسید. سیل که چه خوب یک شاری معلوم میشه که برجای قطار کنگورای بیشمار بسر یار برج یک دانه بود، شکمی بود چاک بزیر شکمی بود یک منقلی آتش، صدای الکفر درون شار بلند است. یعنی مولای متقیان سیل کرد همینطور می آمدن، لیکن قنبری وفادار گوش خدا گرفت، دید که از میسونی دستراست یک صدای پرسوز به گوش قنبر رسید. لیکن صدا آمد که
قربان چون یا شای اولیا کرامت بی نهایت است انگام تنگ دستی و وقت نهایت است اگر تو دستو نگیریم نشرتی شان است که نام اشرفیت الله لی مشکل آسان است برس به داد دلم رسکی رسم مردان است نشانی مردی مردان زشاوی مردان است خیلی گریه میکن قنبر گو بادر از این سوی یک صدای دوست میایه گو بیا که بریم مولا دور خوردید که فقیری قلندر تمام جانی زخمی و فرسخونه مولا دلدل پیاده شد سری ملنگ ورداشت سری زانوی خود ماند ملنگ و بادار اگر دوست است بلیاد دینت نجوران که تمام جانم زخمی اگر دشمن است یک سر دارم و میرم جدا برو دیگه چیز خوب برای من نمانده اینم یک سر مانده میرم جدا که برو پس کار مولا گو من دوست هستم خدا مرا دشمن نکنه بچه من دشمن کسی هستم که دشمن دین مقدس اسلام چشمای تواز کن ملنگ چشمای خدا واز کرد یک بار سیل کدو چی دیت بل نظرش به جمال پرنوری حضرت شای اولیاء ای قربان چم افسوس که دست ندارم مگر دامن تقایم میگرفتم آقا مستو چی خواستم تو برای من چی دادی مستو چیزی خواستم که زنده مرا چپانشم مردی مرا کفن چاری اردن زنده و مرده میشم چیزی که مرا دادی که رسوا شدم بیاب شدم زدن خوردم امانت پرم از پیش ما پس گرفتم مولای متقیام گو بچه میتقام امی دنیا با امی دنیاست هیچ چورت خراب نکن لیکن من شاءالله استقامت رضی مردم ظالم میگیرم انگشت مبارکی مولا بالاش الله اکبر گفت شارکت بمی زمین به امر خداوند جل جلاله یک بار می زمین شق شد به کرامات دوست خدا کشمگک یو برام تا دستای ملنگ شوشت به جای دستش پیوسته کرد لعاب دان مبارک خدا مالی دعا کرد دست به دعا بلند کرد خدا برکتی به کرامات دوست خدا دستای گرفت پروردگار شفا داد جور شد از جای خود خید یعنی صداقت که بچیم بخی که اینالی برم انتقام تو از مردم ظالم بگیرم این ملنگ از او سخیست ایسو غلطی ایسو خیست ایسو غلطی گوادار قدر مرا زدن که درستی با جان من نیست مولا کم یک نظری مرحمت سنش کرد به امر خدا مثل یک بطه گل جور شده جای خود خیست یعنی صداقت شاعر میگم آنها که خاک را به نظر آقا کیمیا کند آیا بود که گوشه چشمی به ما کند بزرگر نظریم لطف بود تو را کند با آسمان رود و کاری آفتاب کند شوای ذره خاکی در سرای علیست وگر نظر کجایم کاری آفتاب کند یعنی صداقت چی گفت استاد سخن نوشته میکنه یعنی من یک بار صدا کنم یعنی از جای خود خیست فقیر قلندر دیگه مثل بطه گل جور شد به زیر جلوی حضرت شای اولیاء امی فرمی آمد مولای متقیان دیگه یک جای رسیدید که یک درخت خشک دم روی از این آمد صداقت روی خود دور داد یا صداقت قمر جان گو بلی قربانش ملنگ و بادار اینی میست که بمی گفتگوی صداقت یعنی صداقت قربان چون یعنی صداقت فدای چون مولای متقیان دیگه حضرت شیر خدا چی گفت یعنی روایت میکنه استاد سخن نوشته میکنه این ملنگ دید که یک درخت خشک است یک درخت خشک است لیکن صداقت آقا جان گو مرا اجازه میتی که از این درخت یک دانه کلتک چوب به خود جور کنم صداقت گفت قنبر گفت آقای قنبر بزن گو بچه میمیز درخت چپا کن لیکن تبر قنبر بالا شد بمی یک تبر بمی دو تبر گرم بی درخت چپا کن خوب یک دانه کلتک چوب صحیح بری فقیر قلندر جور کن یعنی بری فقیر جور کن وقتی که کلتک سری شانه گرفت لیکن بزیر جلوی حضرت شیر خدا داخل شد مولای متقیان می آمد در آمد بمی درون شان
دور خورده و قدم زده و یکا یکا آمد، لیکن روایت میکنه آمد دمی چارسوی بازار، دید که زر حال کسبی 400 دکان بمیره. آمد دمی چارسوی بازار، دید که استای نانبای سر این پرچال شیشته. انگشتری مولا به میکل کشد، هر باره که نان کش میکنه میچینه به کرامات دوست خدا می دکان زی بل 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 امیتر چراغان است. یعنی روایت میکنه آمد دمی پیشروی نانبای دیگه حضرت شاه استاده شد. قنبر آمد دمی پشتری نانبای استاده شد. این ملنگ دیگه می کلتک دمی سر شانش دمی پالی استای استاده شد. یک چند دقیقه که استاده شد مولا دید که استاد خیالش نیست دیگه. خیالش نیست. یک بار میتا روایت میکنه استاد سخن میگه که یک بار مولای متقیان روی خود طرفی، یعنی طرفی اینمی فقیر گشتن. فقیر ماندی تا به فقیر ماندی که کلتک فقیر بالا شده. یه طرح کلتکی رزد که سری پرچال گرم میره به میخاک تا دست پای زد که بخیزم دیگه کلتکی رزد باز تیر فرش کرده میزنی، تا بخیزم دیگه کلتکی رزد باز تیر فرش کرده میزنی. استاد بابا این صوتات کجا میاد فرق من میخوره بان که باید بالا سیل کنم. بالا دید که اون ملنگ دیناروس که من دستای زیر برید ایره شارگم کرده بودم که باز پیدا شد که سوتر گرفته دی مرا زد رای. و شاگردان نمانی که دوز دیناروس مرا کشت تا گفت نمانی خمیرگر و تولگر و نانشکن و عربیز و نانپز و هزار سی دویدم در جانزی سنگ و چوب و کوش مشت و لغت میاد داشتن که بزنن. فلکت که سبحان الله چی یک آقای من استاد است، چی یک رانما استاد است که زیبتی مولا زمین میتر میلرزه. از نوری جان پر نور است، لیکن نوری مولا به سوی آسمان میتر جلوه میده. یعنی سلکت مولا که یک عیبت کشید از عیبت شیر خدا پسکی در آمد دمی کارخانه می شاگردم. مولا گو به ملنگ جان گو طور دین و دی ظالم چی رقم برده بود. آقا گو مرز پیشوی کش میکرد، همین شاگردای دیگهش کدی سنگ کدی چوب کدی کوش کدی مشت کدی لغت مرز زده می برده. لیکن گو فی اتقام می دنیا به می دنیاست دیگه بچی مشکشانی از را بسته کن. چل تاری ملنگ گرفت دستای را قایم مستکد. یعنی اینجا روی خونه دور داد. یعنی اینجا صدا کرد که قنبر جان گو توی رست پیش روی کش، قنبری رست پیش روی کش میکرد. اینالی ملنگ گفت اینالی از پشت سر تو میدنی ای صدقه چون از پشت سر مرا ایلاکو که خانه خراب مرا بسیار آزار داد. یعنی روایت میکنه کلتک بالا کرد، کلتکی که بالا کرد صدا کرد گفت خانه خراب دیگه پیش درای لیکن قنبری را کش میکرد. و کلانتر یک شار بود به دربار پادشاه رویدار بود. به پیش مردم یک کلان آدم بود، لیکن این خود پس کنک میکرد نمیرفت. ملنگ گفت نمیری خانه که خراب شد مرا دینو چه رقم میبردی. اتره کلتکی را میزد که قدم میبودی ورغه میشد، اگر سست میبود تیز میشد. فنا به خدا دمی چهارم کلتکی را به دربار پادشاه رسید. مردم شاره ایران من که بابا چی گپ است، این چی گپ است که دیروز این ملنگ بسته کده میبردن امروز این استاره بسته کده میبرن. خیر دستای ملنگم جور شده بی یک روز. خیر به می گفتگویی را بردن به دربار پادشاهی را پیش کردن. شیر خدا گفت شما صبر کنید من خودم میرم درونی بارگاه. مولای متقیان قدم زده و یک دیگه در آمد دمی درونی بارگاه. پادشاه دید که چی یک آقایی در آمد درونی دربار علل تخت بیارین. تخت آوردن زیر قدمی حضرت شیر خدا امیتر ماندن. یعنی تخت آوردن زیر قدمی مولا ماندن. مولا گفت یکی یک لنگر دینه بینانشان بود. مولا لنگر ولایت ریخت پای مبارک خدا بالای تخت. وقتی که لنگر ریخت لیکن چی رقم لنگر ریخت میگر کجایی که لنگر اندازد گردش چرخید آقا اکبر اندازد. با چنین جرم خوش دلم که خدا کاری مشهر به سرور اندازد. بابی فولاد را کند، بابی فولاد را کند بدو کلک شور در ملک آقا خیبر اندازد. وقتی که بادارت لنگر ولایت جرا قچنجای تخت میده شد. تخت دوی ما آوردن میده شد به امر خدا. تخت سیم میده شد. 7 تخت به زیر قدمی ولی خدا میده شد. پادشاه گفت یک تخت افجوش از سونمور گرفته بیاره که از پدر برای من میراث مانده. تخت افجوش آوردن به زیر قدمی حضرت شیر خدا امیتر ماندن. یعنی مولا گفت تا قدم مبارک خدا که این بالای تخت من که من ای ولی خدا بود از مولا زور ولایت بود که من لنگر ولایت ریختن به امر خدا ای پای تخت مثل میخ می زمین درآمد. پادشاه گفت بادار ولی آدم و دینت قرار تر بشی که تخت میراثی است که از پدر برای ما مانده. اگر این تخت میده کدی لیکن دیگه تو تخت نیست که زیر قدمی تو تاب بیاره. مولای متقیان قدم مبارک خود دمی روی زمین ماند و تخت خدایی است که خدا برای ما داده کن به زانو رو به زمین ماند و سلطان اولیاء قرار میتر شش.
پادشاه گفت آقا جان در این سرزمین از کجا میره؟ چی مقصود داری و تو چی کسی؟ مولا گفت مسافر مجاور به جان پروریم که نام نیکویش در عالم بریم. مسافر چی میبره نام نیک؟ ماست مسافر. آقا جان صدقه چم تو که مسافر هستی، یعنی گپ اینجاست که به چی آمدی؟ گفت ما آمدیم یک دعوا سمور صاف میکنم. چی رقمی دعواست؟ گفت دعوا نمو انگشتر، امو فقیر قلندر و امو سپای نانبای. آقا مو صاف کردم، حق به اقدار رساندم. گفت نه تو نرساندی، ان شاء الله من میرسانم. یعنی صدا کرد، گفت تو نرساندی ان شاء الله ما حق به اقدار میرسانم. گفت بادار پس کجا میکنی؟ گفت پیش مازیر است بیارین. گفت پیش مازیر است بیارش. تا گفت بیارین روایت میکنه که یک بار قنبر دیگه امی استار کش میکرد. استار کش میکردی به پیش پادشاه کلان آدم بود، روی دار بود، خودم اینطور پس کنک میکرد نمیرفت. که نمیرفت ملنگ گفتا خانگه کت خراب شد نمیری. گفت مرا دینار چه رقم میبردی؟ کلتک بالا کرد. اینطور کلتکی رزد که میطور پروکایی در آمد درونی بارگاه. پادشاه صدا کرد گفتا روی خود دور داد و چی گفت؟ یعنی صدا کرد دید جونم استای نانبایم. استاره بسته کده ورده این دستای ملنگم جور شده. اونم ملنگ دینه روز که میره شارگم کده بودم. خیر ایره آوردم روی شیر خدا امیتر استاده کرد. یعنی مولا صدا کرد که استا گو بلی قربان چون ینگشتر اسکیز گو بادار. گفتی از خود من. گو شاید داری؟ گو بلی همون کس که جور کده من پیشت میارم. گو برو گرفته بیاره شاگرد خدا. گو شکت گو صدا کرد شاگرد خدا. گو برو دمی راستی زرگری. گفت اونمو شمون زرگر بگو خانگه کت خراب شد. دختر خود مفت گرفتی اینال بیا دیگه اینجا یک شایدی برناق دیگه بتی هرچی که دولت دارم که برابر نست میکن. وقتی کمی سخنش میدید شاگردش دویده آمد دمی راستی زرگری سیل کد که شمون زرگر کار کد رئیس. یعنی صدا کد که این شمون بخی جایت چگه پس گو بخی خانه خراب که مروی باید برخیز که مراد حاصل شد. کار با خواهشید آقا طبی دل شد. چی گب شد؟ تو بخی که دختری استار مفت گرفتی امروز غیر بوتی کلان به تو چشمه کد رایست. و چی گب پس؟ گپ اینجاست که دختری استار گرفتی لیکن هرچی دولت داره که برابر نست میکنه. وقتی که سخنش میده روی خود دور داد و چی گفت؟ گفت باز چی گپ است؟ گفت باز داوا انگشتر تازه شده فقط یک دروغی تو معطل است. گفت اونمو جبور یک شایدی برناق بتی بگو انگشتر مجور کردیم فقط گفتم یار چی که دولت داره که تو برابر نست میکنه. خیر گفت از این شایدی آگم بسیار یاد دارم از جای خود خیلی. یعنی از جای خود خیلی باز اینوی در آمد درونی بارگاه دم روی شیر خدا استاده شد. دم روی مولا استاده شد. دید که چی اگه آقای منجه شیشتر مولای متقیان صدا کرد. یعنی صدا کرد و زرگر گفتم انگشتر تو جور کردی آقا من ساخته خودم مشناس مرا دستم یک. یعنی دستش دا سیل کد کنم انگشتر است. اونمو انگشتر است که دین روز از خاطر دیمه دختری استاره گرفتم. صدا کرد گفت اگر بگویم میره ما جور نکردیم. خو اینجا خجالت میشه مال دختره پس نگیرن اینجا رسوانه شد. صدا کرد بیا دیگه حالی کاری کنم که هم آبرو به دستم بیایه و هم دولت به دستم بیایه هم دختر از پیش ما پس نگیرن. لیکن صدا کرد چی گفت؟ آقا جان راستی را بگویم مولا بلی راستی زوال نداره بگویم. آقا جان قربان چون بدای چون گفت اگر راستی بگم گفت اینمی انگشتر نگینی از پدر بر من میراث مانده بود. خود ازیرم بمی دست خود کدمی شاگردای خود بمی سامان خودم جور کرد. مولا گونی دروغ گفت نی آقا راست گفت گونی دروغ گفتی گونی بادر راست گفت. بیا گو خی گفت تو درست. کسی که یک چیز را جور کنه او را شکستانده میتونه. کسی که یک چیز را جور کنه او را اوکده میتونه. کسی که یک چیز را جور کنه ام رقمش دیگه جور کده میتونه. کسی که یک چیز را جور کنه او را سر خراب کرده پس جور کده میتونه. بله قربانش اجازت باشه میلش میکنم خرابش میکنم از سر جورش میکنم پس به دستت میتونه. یعنی صدا کرد قربانش چون اجازت باشه می کارا رو میکنم. مولای متقیان گو برو از این کارا یک شکری گفتی نمی انگشتر درست است جور کرد. قربانش مگر سامانای من بود من دستی برتی را هر کاری که میگفتی میکرد. اینم اینجا پادشاه امریکا رفتن فورا روایت میکنه امری پادشاه دیگه در آمدن به دکانه تا خزجاروی در دکان زی بود که باز کار نشه گفته دکان زی را جمع کردن بردن به روایت میکنه به دربار پادشاهی را کلش کلوز کردن.
روایت میکنه پادشاه امریکت فرش دربار جمع شد، خشتا کنده شده میتونه یک دگدان به ظالم جور کردن، جوال زغال خو داد و آتش تازه کرد، انگشتری مولا را درونی آتش ماند. یعنی درونی آتش ماند. وقتی که آتش تازه شد بمراه شاگردای خود به دوری آتش جمع شدن. یعنی این دم میکرد، آنقدر دم کردم که به برکت خدا، به معجزات پیغمبر، به کرامات حضرت شاه اولیاء، ولایت دوست خدا، لیکن همی جوال زغال خاکستر شد. خاکستر زیر شمال بود، ینگشتر گرم نامد به کرامات دوست خدا. درگر بسیار خجالت شد. مولا به خجالت نشد. خیر است کسی که یک چیز رو جور کنه او رو شکستانده میتونه، ولی قربانش مجازات باش مبارد میدهش میکن. گفتین اینجا امریکت، گفتین دیگه میدهش کن. سنگدانه کشید بروی میدان، من چکوش بالا کرد. یعنی چکوش بالا کرد به دانی انبور، انگشتر گرفت، لیکن چکوش به دور سر خود دور داد، میاد داشت انگشتر بزنه، یک بار انگشت مبارک شاه اولیاء همینطور بالا شد. یعنی انگشت مبارکی مولا بالا شد. الله اکبر گفت، کم یک اشاره داد بسونی همی انگشتر، همی چکوش آمد بمی طلاق انگشتر خورد، همی انگشتر بشی که دزمی دانی انبور خطا خورد، راست آمد همی چشمه می زرگر خوردم، یک چشمه دی کور شد. وی بادار کور شد، گفت تقیل پرید بمی خاک. مولا گفت هنوز کور نشدی، خانگه کت خراب شد، چشمه دیگه جورت باز بزن. گفت باز بزن. استاد سخن نوشته میکنه که نمیجا هرچند که زرگر یاد کشید، لیکن مولا کم شد. خیر باز به میدانی انبور انگشتر گرفت و به میسر سنگدان ماند. یعنی با چکوش بالا کرد، باز تمام پادشاه، وزیر، وکیل، ارکان دولت، تمام مخلوق دربار سیل میکنه، روایت میکنه که چکوش به می دست گرفت، باز به دانی انبور همی انگشتر گرفت و به چکوش بالا کرد. یعنی چطور شایی که پنجهیم نوری آفتاب گرفت، زی آفتاب رخش نور ماتاب گرفت. الله اکبر گفت، کم اشاره کرد به امر خدا و به کرامات دوست خدا. باز می چکوش آمد دم طلاق انگشتر خورد، بیشی کدمی انگشتر از بیدانی انبور خطا خورد، راست آمد دمی چشم می دیگه زرگر خورد. وی بادار کور شد و مردو چشم خدا قایم گرفت، لیکن باز به خاک افتاد. مولا گفت درست است که نالی کور شد، خانگه کت خراب شد. تو دین روز به کتاب تورات ناخی قسم خورد، چشمای مرا کور کنه که به دست خود به سامان خودم جور کردیم. چطور گو کتاب تورات قدرت داد چشمای تو را کور کرد یا نکرد؟ وقتی که زرگری سخنش یک بار دست بالا کرده، می دامن شاه اولیاء رو پیدا کرد، به می دست خود قایم گرفت، لیکنی زرگر صدا کرد. یعنی صدا کرد که بادار قربان شد از برای خدا و پیغمبر، ام باقی نبی آن شیء ماشر، از برای شاه مظلوم آن شهیدی کربلا، آن حسینی تشنه لب ماه امام میره نما. آقا جان قربانش، آقا بلیاز خدا، بلیاز دینت بگو که تو کی هستی، نام تو بگو. صدا کدو زرگر مرا نشناسی، گفت آقا ما تو رو چی میشناسی؟ یعنی صدا کد قربانت شد، آقا نام تو بگو ما تو رو چی میشناسون؟ مولای متقیان و خیر و کافر، اگر میخوایی که مقصد در دنیا به دست بیاد، بیا کلمه پیغمبر بخون مسلمان شو. آقا جان صدقه چم، تو نام تو بگو که ما مسلمان شو. لیکن امی زرگر صدا کدو چه گفت؟ گو منم شیر درگاهیم پروردگار، امیری عرب صاحبین آغاز الفقار، منم ایلیا منم سمتیا منم ابنیمه آقا رسول خدا. گو مستم شای اولیاء، مستم شیر خدا. گو ای صدقه چی ما مسلمان میشم، با آن شرطی شمای مکور است، دعا که خدا مرا شفا بده ما مسلمان میشم. فوراً دعا که خدا چشم مرا شفا بده ما مسلمان میشم. لیکن ولی خدا که سخنه شنید یک بار صدا کدو چی بود؟ گرفتم یار دو چشم زیر پس به جای چشمش بود. لعاب دان مبارک خدا مالی دست به دعا بلند کرد. الهی خاندانی ما خاندانی کرم است، کسی که دست به دامن ما پرت ناامید نمیره.
الهی از دامن و تو ناامید نبر. اشک مولا جاری بود این گفت ای خدا از سنگ و لعل سازی و از موج کربا. الهی بزرگیم سزاواری توست کلاو قلعه نقچه پرکالی توست. یعنی دست بدعا بلند کرد یعنی دست بدعا بلند کرد لیکن بمی گفتگوی این اینجا امر از پروردگار شد یا جبرئیل ریچه آسمان و جنت آر زینت به دوزخار سرفوش که امروز دیگه رحمت میزنه جوش. برو به حبیب ملائکه خبر بده. جبرئیل آمد یای فخر کرام افتالا با تو میگوید سلام. بعد از آن میگوید ای سلطانی دین ای وجود رحمت للعالمین. حضرت جبرئیل امین آمد که یا پیغمبر اسلام خدای به تو سلام میکنه. ملائکای هفت طبقه زمین و آسمان به تار تاری بیسوی تو درود میفرست. فرمان الهی که نمیست که بمی گفتگوی امر فرمان الهی است که سیل کو سر بخشیدن شیر درگاه مرا به امر خدای ایجاب دنیا همینطور برداشته شد. در ایجاب دنیا پس شد لیکن پیغمبر اسلام دید که شاه اولیا ششته همین زرگر دامنش گرفته و زاری میکنه عذر میکنه. یعنی مولا دست به دعا بلند است که الهی این اینجا پیغمبر اسلام صدا کرد که خدایا الهی علی را تو امیار باش امیار استی و آقا نگهدار باش. الهی علی بنده خاص تو به ایمان کامل به صدق درست. الهی علی را از این بلا بریاد پشت اسلام را آقا قوی گردان. الهی مولا را به تو سپردیم. ها بمی گفتگوی پیغمبر از مدینه دعا میکرد شیر خدا از اینجا دعا میکرد. ها یک بار به امر خدا و امر از پروردگار معجزات از پیغمبر ولایت از شیر خدا. یعنی یک بار چشمی همی لواب دان مبارک خدا به چشم آیزی ماری چشم خدا که پد کد واز کد بل چشم زی به امر خدا روشن شد. به کرامات دوست خدا چشم زی که روشن شد یک بار اینم اینجا دامن مولا را گرفت. پادشاه گو بادات تو کیست؟ تو چه کار هستی که هم کور کردی هم دعا کردی پسی جور شد لیکن آقا نام تو بگو. گفت یک بار ولی خدا صدا کرد و پادشاه گو بیا مسلمان شد. بیا خدا را بنده شو ماه را تو چاکر مسلمان شو بر ایمان بیاور. بیا مسلمان شوم. آقا تو نام تو بگو که ما مسلمان شو. نام خدا بگو. گو بلی یک بار صدا کرد مولا شد. و منم شیر درگاه پروردگار امیری عرب صاحبی آغاز الفقار. من امیری منم سمتیا منم ابن امی آقا رسول خدا مستم شیر خدا مستم حضرت علی. ای صدقه و تو حضرت علی استی؟ گو بلی. گو عجب شار مرا مفتی نمانی نو مردم تا گفت نمانی گر 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 لشکر و سپاه 60,000 سپاه دور شیر خدا را گرفت. 1000 طرف شمشیر والا خنجر والا نیزه والا 4 اطرافی ولی خدا را گرفت لیکن مولای متقیان جای خود خیست. یعنی صدا که تو مردم پشت جنگ نگردن که زخم من ناسور است و دست من منصور است. چرا که ما بر رضای خدا و به خاطر دین پیغمبر اسلام جنگ میکنم. شمشیر زدنی ما به نام خداست نه برای فاطمه دولت لیکن گفتیم که ما خاص به نام خدا تیغ میزنم به خاطر دین پیغمبر اسلام. لیکن مسلمان شد دید که تای مردم خون خود نبینه دست جنگ برداشته نیست. اینا به نصیحت نمیشن لیکن مولای متقیان شد دست به ذوالفقار برد و چه رقم جنگ میکرد. میگه دستو بر ذوالفقار زد ایدار خیش را زد به قلبی آن لشکر به یکی حمله کرد افسد
مانده در دان انگشت، به یک حمله کرد هر نفسی، تابی تیغش نداشت آقا هیچ کسی، درید و برید و شکست و ببست، ندارد تابی تیغش هیچ ناکس. مولای متقیان دست به ذوالفقار بود، به یکم به دوم له به هفتم له خود رسان سری پادشاه گفت که خدا را بنده شو ما را تو چاکر، مسلمان شو باقی من بیاور بیا و بیدین مسلمان شو. کلمه پیغمبر بخوان گو صدقیت شو، به خنجر ظلمم هزار پاره کنی بان خدایی که تو گوی عیاذ بالله نیوارم ایمان نمیاری. من گفتنی مولای متقیان تو تیغ زدش که دو بوله که برابر شد، پادشاه وزیر کشت، باقی من دیلش کرد تیغا را ماندن و گفتن یا سخی امان امان در ایمان است. بخوانین کلمه همه گه صدق دل کلمه خوان که من قال ذکر که لا اله الا الله محمد رسول الله. کلمه خواندن مسلمان شدن. مولای مرکز زدن بت و بتخانه را چپا کردن، تاده ماشید بنا کردن، سکه و خطبه به نام پیغمبر اسلام خواندن. همین زرگر مولا پیش خود طلب کرد، لیکن دختر این زرگر باق و نکای مسلمانی دختر استار به زرگر داد. زرگر وزیر پادشاه مقرر کرد، لیکن استار طلب کرد، گفت تو ظالم بیا تو هم مسلمان شو. خاک بدانی کافر گفت به خدای نادیده من ایمان نمیارم. گفت نمیاری؟ گفت مولای متقیان تو تیغ زدش که دو بوله که برابر شد، استار کشت، باقی شهر مسلمان آباد ساخت. یعنی ملنگ از دامن مولا به فیض رسید، مولا به فتح نصرت به سوی ملک مدینه آمد. فتح این قصه پیش پیغمبر گفت سردار اولیاء حیدر